کردی وقتی بعضی‌ها وزنشون زیاد میشه اولین جایی که بزرگ میشه شکمه، ولی بعضی‌ها ران و باسنشون. سلام، من مسموعم، دانشجوی پزشکی. اینجا هم دکتر دکوده. این موضوع فقط به خوردن و ورزش نکردن ربط نداره. میتونه هورمون‌ها تاثیر بذاره و همچنین ژنتیک و نوع سلول‌های چربی که تعیین میکنه چربی در کجا و در چه ناحیه‌ای ذخیره بشه. مردها به خاطر هورمون تستوسترونشون معمولا چربی رو در شکم ذخیره میکنن و حالت بدنشون مثل سیب میشه، ولی زنها به خاطر هورمون استروژن و تاثیر روی بدنشون میذاره چربی رو توی رانها و باسنشون ذخیره میکنن و باعث میشه که بدنشون حالت گلابی بگیره. علاوه بر این هر ناحیه حساسیت متفاوتی به انسولین داره و باعث میشه که چربی در بعضی نواحی بیشتر ذخیره بشن. نوع و تعداد سلول‌های چربی هم تأثیر گذاره. اما نکته مهم، همه چربی ها مثل هم نیستن. چربی شکمی یا ویسرال فت خطرناکتره و دور اندام های داخلی جمع میشه و خطر بیماری های قلبی، فشار خون و دیابت رو بالا میبره. اما چربی هایی که در ران و باسن جمع میشن معمولا زیر پوستی هن و مثل چربی شکمی نمیتونه خطرناک بشه. پس اگه میخوای بفهمی چطور میشه سلامت و فرم بدن رو کنترل کرد، تا آخر این ویدیو با من برو. الگوی ذخیره چربی کاملا قابل تغییر نیست. یعنی بدن تو به طور ژنتیکی تنظیم شده که چربی رو در کدوم محل بیشتر ذخیره کنه، اما خبر خوب اینه که میتونیم تا حدی تغییرش بدیم. مثلا شما اگر تغذیه سالم داشته باشی و ورزش‌های منظم انجام بدی و یک کنترل هورمونی هم داشته باشی، میتونی که چربی‌های شکمی رو کاهش بدی. تمرینات هوازی و مقاومتی میتونن چربی‌های شکمی رو کاهش بدن، حتی بدون اینکه عضلات دیگه تغییر زیادی کرده باشه. انتخاب مواد غذایی سالم مثل سبزیجات، میوه‌ها و پروتئین‌ها و همچنین کاهش مواد غذایی ناسالم مثل چربی‌های ناسالم و همچنین قندها میتونه به تو کمک کنه که چربی‌های شکمی تو کاهش بدی. پس دفعه بعد که وزنت بالا رفت یادت باشه فقط عدد روی ترازو مهم نیست. اون چیزی که مهمتره سلامتی توئه. البته لایک و سابسکرایب هم مهمه، چون تو ویدیوهای بعدی هنوز هم به فکر سلام.